صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. سلام علیکم دوستان عزیز، روز همه شما بخیر شادی باشد. خوش آمدین همه کسا به کانال ما. چند قشی در کانال ما ویدیو نیست دوستان عزیز، خیلی همشه به شما گپ میزنم. ایسو داودای داکومنت ها، ایسو بگیم بلیدگیری و خیلی تیاری به وطن آمدن راستی و نشدیم دیگه اسپید نکردیم ویدیو کنیم. دوستان عزیز ویدیومون سر میکنیم ای روزی ایدی یکم، خیلی کم ترک سیونکه کردم. اید گردگ اومدیم خونه همسایه، کم ترک سیونکه کردم. همسایه من میبینم نمیبینم خیلی نفهمید، ما نگفتم در کانالم. بعد ایدی یکم قیسینگل ما رفته آوردیم ایجاشون. ایجا باشه سفر داریم، همه کسا کتی گودکا خونه بچه قیسینگلم مهمونی رفتیم. راستی راهش خیلی دوره، خیلی بیاین کردک مهمونی رفتیم. قیسینگل هم گرفتیم، کودکا هم کسا رفتیم. راهش کم تر خیلی دورترکه، یک نیم ساعت قریب میرسیم. خیلی تماشا بینان کم کمک ویدیو کردم. اخیران روزی در مسکو بودن، ما بگیم اخیران ویدیوهای مسکو. دوستان عزیز انشالله که ویدیو هست بر شما پیشنهاد میکنم، هرچند که یوتیوب ما در سمنتیه، منیتیزاسیون ما کشتگیه و پیشه سمنتیه. بر شما پادپیسچکای عزیز دوستان عزیز ویدیو میکنم ای وطن. ویدیو هزی اینی حال ما در قشلاق زندگی کردستم. در کامنتر نویسین فکراتون انتظارم ویدیو ای قشلاق شوه یا اینکه ویدیوی پختپز ولاگا شوه یا که پختپز میره نویسین دوستان عزیز. انم خیلی آمدیم در اینجا در میدان بگیم الاو کردیم، گوش بریان کردیم. مهمانی آمده بودیم، انم خیلی با مهمانا خسته اوقات کردستن. کم تر گوشت سرخ کردیم، انم خیلی کارتوشکه و پیاز انداختیم. خیلی اوقات کردستم اینجا باشه. بچم کتی بی حنیفه بازی دور میدان ده کم تر گفته گرمک بود، انم خیلی با در میدان جا پرتفتیم. دوستان عزیز جمع برگشتیم ای مهمونی، خیلی شیشتیم بگیم با بگشت سبو شمال خنک خانه میایم با یک جای میشینیم. کتی قیسینگلم باید نصیب کردگی باشه خانهشون برده میمونیم تا بگوره. نمیخواه خیلی تماشا بینان تا آخر نواره با ما باشین. چخیلی که گفتم ویدیو ای هر طرفه کم کمکی ای روزی اید سر کرده تا حضیره تا وطن آمده رسیدن کم کمکی ویدیو تا آخر نواره با ما باشین. دوستان عزیز نگفتن نمونه زنهای مهربان، زنهای خانشین، کسانی که همراه ما کار کردن میخواهند در کمپانی فبلیک بیاین یک جا کار میکنیم. گروپای ما هم گروپای کلان شدگی دخترکا اکتیو نیکار کردستن. هم مشه میفهمونیم یکان جای فند فریبش نیسته. نومرای ما در انمی روی اکران نویستگی نویسین در واتساپ هم مشه میفهمونم. رجیستریت کردن آموزاندن به پلای دوستان عزیز حتما نویسین. در اینجا باشه قیسینگل ما برده ماندیم خانهشون ده اومده استیم. راستی هم قریبی آمدنم چقدر کارم بسیار بود. جمعگیری خیلی لباس ها و پسوده ها خیلی که شما میدونین در یک جا
چند سال که زندگی کنیم خیلی همه چی روزگار جمع میکنی کم باشه. تا اومدن من شوهرم کار کردن یخم تا کایسی بار کارابکا میکنیم. ایسم خیلی می نویسیم کارابکا کردن اسکوچ کردنم آسان نیست. 6-7 کارابکا رن بخیر و کردم اوپاکوفکا کردم برای روی کردن من. گفتن که خیلی 10-15 روز ده میرسن. شکر خدا امروز پنجشنبه بارمون رسیده اومدن. پیش خودمون روی کرده بودیم یه هفته پیشه که در 2 هفته اومدن رسیدن. اینجا دوستانی عزیز 5 می من مکتب اومدم. برای مکتب دایم باید اتسنکوی کودکا را بگیرم. اینجا دکومنتشو نگرفتم. یادش برآمده معلمه گفت اتسنکوشو نگرفتین ساعتای 15:30 بیایید. نماز پیشین من خواندم با کم ترک دیرتر کردم اومدم. خیلی دیرکتوری مکتب داد چیشون اتسنکوی کودکا را گرفتیم اومدیم. چه خیلی که گفتم 5 می اخیران روزی ما در مسکو. این ولاگم اخیران ولاگ میشه ای مسکو دخترها. خیلی با نوارمون ای وطن کردن میگیریم بهر شما دوستانی عزیز. Na подписчику не могли моя. Не жаш ай не тромадана. Подписчику не лес мактаумана. Нами пиши мактауман ну я хонак чуда магазина имя лесай. سلام علیکم دوستانی عزیز. روزی همه شما بخیر شدی باشه. امروز 5 می اخیران روزی ما در غریبی نصیب باشه. پگاه سفر داریم. خداوند سفرمون به خطر کنه. ساق سلامت رفته رسیم. مکتب اومده استم. سهر کتی اومده بودم. و معلمشون حیاتشون برآمده چیکار کرده. اتسنکوی کودکا را باید بگیرم. با سبشین روی کت که ساعتای 15:30 مکتب داشته. ساعت 15:35 شد. برآمدم بیرون کودکا را یونده. بی حنیفه خانه همسایه ده. خیلی اومدم از درام کو. دوستان عزیز من اومدم یکم کس نیست. جای استالوی. ایرا من فکر کردم گلی پلاسماسیه. گلی خلش بده ببینین چه گلی خشو کرده. در بخش دیگه گل بسیار محکوم شده ببینین چه گلی خشو. دوستانی عزیز ما همه کاربارمون تینج کردیم. دکومنت های کودکا را هم گرفتیم. نصیب کردگی باشه سفر داریم. خداوند سفرهای ما را به خطر کنه. امروز 6 می ساعتای 10:30 رجیستریت داریم. 1:30 باید پلیات کنه. تا آخری نواره با ما باشه دوستان عزیز. بیند مرا
آید مهاجر دیگر بیند مرا گوید مسافر به تنهایی در این شهری غریبی شدم آخر بس رنجور و دلگیر در اینجا گشتم پر درد و ارمان نداره درد من داروی و درمان غریبم به کسم به سر پناهم بیا دستم بگیر ای مادری جان به یادم رسد یار و دیارم زی قلبم رود صبر و قرارم دلم سوی وطن پرواز خواهد دیده صبر به دل پروردگارم به یادم رسد یار و دیارم زی قلبم رود صبر و قرارم دلم سوی وطن پرواز خواهد دیده صبر به دل پروردگارم اصل تلخ است در جام غریبی ندارد صبحی نو شامی غریبی تولا روز و شب دارم خدا را الها گم شود نامی غریبی اصل تلخ است در جام غریبی ندارد صبحی نو شامی غریبی تولا روز و شب دارم خدا را الها گم شود نام غریبی به یادم رسد یار و دیارم زی قلبم رود صبر و قرارم دلم سوی وطن پرواز خواهد بیده صبر به دل پروردگارم اصل تلخ است در جام غریبی ندارد صبحی نو شامی غریبی تولا روز شب دارم خدا را الها گم شود نامی غریبی. دوستان عزیز اینا به تاجیکستان هم رسیدیم ایرپورت تاجیکستان بارمون گرفتیم به حد عذاب کشیدیم کتی کودکای مایده سرزشکه بود باید ما ساعت 1 پلیود میکردیم ای مسکو ساعت 3 پلیود کردیم به حد عذاب کشیدیم کودکا به حد غم دادن نخیر وطن دم اومده رسیدیم دوستان عزیز